سلام خدمت دوستان کانال کیوتورک. خوش اومدین بعد 8 روز به چنل کیوتورک. خیلی مدت ها بود با هم نبودیم، ولی حالا برگشتیم با یه داستان جذاب که داخل چنل خیلی ویو داره، خیلی طرفدار داره و میزان لایکاش از بقیه ویدیوها بیشتره. سریال جذاب اشرف رویا قسمت 30 با شما هستیم. توی این مدت قطعی اینترنت ما به منابع دسترسی نداشتیم و منابع برای ما قطع بود. منابعی همچون سایت سریال، توییتر، ایکس، کانال فیسبوک و چت جی پی تی که منبع اصلی ما برای دریافت خلاصه سریال ها هست هنوزم قطع اینترنت و ما بازم به اون منابع دسترسی نداریم. ولی خب با نویسنده های خوبی حرف زدن و این داستان برای ما نوشتن و احتمال به واقعیت پیوستن این داستان ها خیلی زیاده و احتمالش بالاست، همچون نوشته‌های قبلی که خیلی هاشون به حقیقت تبدیل شد. تو این قطعی اینترنت این بهترین راه چنل ما برای دیدن به روز سریال های ترکی به خاطر قطعی اینترنت و دسترسی نداشتن به یوتیوب. پس اگه میخوایم قسمت 30 سریال اشرف رویا رو با رابیگری ما و داستان نویسی قبلی دوستان ببینین، تا آخر ویدیو همراه من باشین. بریم برای قسمت 30 سریال جذاب اشرف رویا. تو نمیتوانی با شمشیر با دود بجنگی و هر چقدر هم که دندانهایت تیز باشند نمیتوانی آب را گاز بگیری. زندگی نبردهایی دارد که تنها با زور نمیتوان در آنها بود. میتوانی شمشیر بزنی، فریاد بکشی و خودت را در هم بشکنی در تلاش برای جنگیدن با چیزی که جنگ پذیر نیست، اما همیشه در نهایت شکست می‌خوری، زیرا دود برای بریده شدن آفریده نشده و آب برای گاز گرفتن نیست. درس ساده است، همه چیز نیاز به زور ندارد. برخی از مبارزات صبر می‌طلبند، برخی از موانع خرد و دانایی می‌خواهند و بعضی طوفان‌ها را تنها می‌توان تحمل کرد، نه تسلیم. دنیا همیشه تو را می‌آموزد با توهماتی که وسوسه‌ت می‌کنند تا کورکورانه بجنگی، اما نیروی واقعی در خویشتن‌داری است، در یادگیری زمان تسلیم شدن و در انتخاب جریان یافتن به جای شکستن. به خاطر بسپار، قوی‌ترین انسان کسی نیست که هرگز نمی‌افتد، بلکه آن کسی است که می‌داند چه زمانی باید بجنگد، چه زمانی باید آرام بایستد و چه زمانی باید خود همچون آب شود. خب سلام دوستان، خوش اومدین. بعد یه کارو که میدونیم، من یه خلاصی از قسمت 29 رو توضیح میدم تو پارت 1. اونایی که قسمت 29 رو ندیدن اینجا متوجه بشن. بعدش میریم سراغ قسمت 30 سریال اشرف رویا که باعث تنش شده و یه داستان جذاب رو به ما ارائه میده و بازم وسیعی داره به منابع سریال و منابع رسمی سایت نویسنده. یه خلاصی از قسمت 29 رو میخونم، بعدش میریم سراغ قسمت 30. قسمت 29 مثل ایهانت و بزرگ به اشرف، دینچر شوک شد و همه فراگمان از کانال‌های دیات و سایت یوتیوب برداشته شده. فراگمان‌ها و حدس‌ها منطقی از روند سریال عشق ممنوعه اشرف که ما داخل قسمت‌هایی که اینترنت بود دیدیم. یه عشق ممنوعی برای اشرف به وجود آمد که میتونست کلا داستان رو به یه سمت دیگه‌ای بکشونه که هنوزم به نظر من داخل سریال هست، ولی چون دسترسی به منابع سایت نداریم نمیتونیم ببینیم متاسفانه. ولی به محض بس شدن اینترنت من داستان کاملش رو براتون میذارم و میگم چه اتفاقی ممکنه بیفته تو سریال. چون اینکه سریال کامل ببینی بیای روایت کنی و اینکه کلا نبینیش بیای یه چیز حدسی بگی خیلی با هم فرق داره و قابل قیاس با هم دیگه نیستن. عشق ممنوعه اشرف و نیسان، دنیای مافیایی با قدیر، دینچر و اختیار همون پیرمرد، رازهای خانوادگی، خیانت‌ها و اکشن‌های سنگین. این نسخه خیلی طولانیه و به طور کامل براتون خلاصه بندیش کردیم. یعنی اینکه به طور کلی بخوام بگم، بازم همون بحث خیانت و درگیری داخل قسمت 29 پیش آمد. اگه خوش شانس بوده باشین قبل از قطعی اینترنت قسمت 29 رو دیدین و اگه خوش شانس نبوده باشین قسمت 29 از دستتون رفته که با این خلاصه میتونید متوجهش بشید. همونجوری که میدونیم بازم توی قسمت 29 بحث خیانتکاری و اینا بین اختیار و دینچر و قدیر پیش رو بود. اختیاری که میخواست قدیر رو از راش برداره چون به نظرش دیگه فایده‌ای براش نداشت، ولی حالا باید ببینیم آیا موفق میشه به قدیری که خودش قدرت داده الان سر از سر راش برداره. پیرمرد همین جوریه، یعنی شریکای قدیمیش هم وقتی به دردش نخوردن از سر راهشون برداشته شد
و دشمنایی مثل که دشمنای قدیمیشو از سر را بر می داشت. ولی حالا یه 2 تا دشمن داشت که توی سریال هم دیدین نتونست از سر را برداره و اینه که داستان رو جذاب کرده، اینه که به داستان یه روحیه جدیدی داده. راوی با صدای عمیق و حماسی مثل راوی‌های سریال ترکی. استانبول صبح زود بعد از شب پرتنش، قسمت قبل آسمان هنوز ابریه، باران نم نم میباره. این توصیف کردن آسمان ابری و باریدن بارون به خاطر جذاب شدن متنمونه که بارها توضیح دادیم و الان هم توضیح میدیم. اینه که مخاطب خسته نشه، مخاطب حالش گرفته نشه توی ویدیو. ما هر روز سعی میکنیم پیشرفت کنیم و این متن‌ها رو بهتر کنیم که حالا قدیم به کمک چت جی پی تی بود ولی حالا چت جی پی تی قطعه و ما مجبوریم خودمون این کارو بکنیم که اگه حالا موقعیت مناسبی پیش بیاد در آینده از روش‌های بهتری هم استفاده میشه که بستگی به بروز شدن سیستم ما داره. قسمت 29 با یک صحنه آرام اما پر از تنش داخلی شروع میشه. حدود 15 دقیقه اول فقط روی اشرف تمرکز داره. این معمولا دیدیم توی هر 29 تا قسمت داستان یا از روی نیسان شروع شده یا روی اشرف، یعنی یه چیز عادیه که از روی شخصیت اصلی سریال شروع کنن به خاطر اینکه مخاطب حماسی بشه و داستان ادامه بده. اگه اول سریال رو بیان با دینچر شروع کنن قطعا علاقه مخاطب به ادامهش نداره، باید یه داستان کلافنگری داشته باشه تا مخاطب بخواد ادامه اون داستان رو ببینه و اشتیاقی برای دیدن اون قسمت سریال داشته باشه و همین چیزی که کمک میکنه ریتینگ سریال به بالا و بالاتر بره. دوربین از بالای هتل اشرف رو نشون میده که حالا دوباره هتل مال خودشه اما انگار خالی و بی‌معنی. داخل قسمت 28 دیدین که اشرف سریال گرفت و 29 قسمت 29 هم یه تیکه اشاره به این داستان داشت که اشرف هتلش پس گرفته و الان میتونه داخل هتل خودش باشه، ولی به سریال به ما نشون داد اون خوشحالی که اشرف باید میداشت و الان نداره و از ته دلش خوشحال نیست و این چیزیه که مخاطبو کنجکاو میکنه. چه اتفاقی افتاده که اشرف اون خوشحالی از ته دل رو نداره؟ آیا اتفاقی داخل سریال میفته؟ آیا کنجکاوی برای مخاطب پیش میاد؟ آیا نویسنده قراره یه شوک جدید وارد سریال کنه؟ این چیزیه که معنی میده به داستان سریال. برای همینه که اشرف رویا جزو سریال‌های تاپه، چون نویسنده قوی پشتشه، چون داستان قوی پشتش داره و این چیزیه که یه سریال قوی رو میسازه، نه اینکه سریال عاشقانه همش در حال عشق و عاشقی و اینا باشه که به نظر من توی نویسندگی سریال اشرف رویا یه پا و یه قدم بالاتر از سریال شهر دوره. با اینکه شهر دور ریتینگ خیلی بالاتری داره، مخاطب خیلی بیشتری داره و مردم ماردین هم پشت سریال شهر دورن، ولی همچنان میگم سریال اشرف رویا یه نویسنده بسیار قوی و قدرتمند پشتش داره. اینکه یه سریال از ریتینگ 6 شروع کنه بره بالا خیلی بهتر از اینه که از ریتینگ 17 بیاد روی 14. این چیزیه که قدرت سریال به ما نشون میده. سریال چوکور یا گودالم که حدود 120 قسمت 2 ساعته رو داشت با ریتینگ 6 شروع کرد و کم کم رفت بالا و در حال حاضر هم بعدش گذشته حدود 3 سال 4 سال هنوز بهترین سریال ترکیه و حتی میتونیم بگیم سریال خاورمیانه است. سریالی که داخل خاورمیانه ساخته شد و حتی مخاطبانی از آمریکا و انگلیس هم جذب کرد. اینه که یه سریال موفق میسازه، نه اینکه یه سریال از ریتینگ 17 شروع کنه همه رکوردها رو بزنه بعدش افت کنه بیاد رو 14 13. در کل یه نویسنده قوی میتونه همه چیز رو عوض کنه، همونجوری که داستان چوکور یا گودال عوض کرد. بریم برای ادامه داستان. اما انگار خالی و بی‌معنی. اشرف در بالکن ایستاده، سیگار میکشه، چشمانش قرمز، بیخوابی و گریه. فاروق یا همون فاروق، حالا توی ترکیه بهش میگن فاروق با که، حالا ما اگه بخوام با توجه به زیرنویس موویباس بگیم میشه فاروقه. یه بستگی داره، دوتاش یه معنی رو میده و هیچ فرقی هم نمیکنه، ولی در اصل بخوایم خیلی محتاطانه کار کنیم و اصولی کار کنیم هم فاروق که درسته توی ترکیه و ما بر اساس ترکیه پیش میریم. قطعا احمد رفعت شنگر وفادارترین برادر یتیمش کنارش میاد و میگه
همون برادران اشرف میان کنارش رو، حالا یه دلداری به اشرف میدن، میگن ما که هتل رو پس گرفتیم چرا خوشحال نیستین؟ و داستان از همینجا استارت میخوره. قسمت 29 که با یه شوک عجیب از اشرف شروع شده و حالا باید ببینیم اشرف میخواد چیکار کنه. آیا نقشی اشرف داره؟ آیا اتفاقی برای نیسا میفته؟ و دقیقاً به متن دقت کنیم، فاروق همین رو گفته. فاروق با برادرانش کنارش رفته و گفته چی شده و حالا در ادامه میبینیم چه اتفاقی افتاده و آیا داستان به سمت اون چیزی که ما میخوایم پیش میره یا نمیره. اشرف آقا، همه گروه جمع شدن. بیخبر از کاپیتان داریم. نیسان رو بردن به انبار قدیمی اسکله، همون جایی که سالها پیش معامله بزرگ داشتیم. در اطلاع اینکه قسمت 29 رو اگه دیده باشیم ما میگیم، ما فقط یه خلاصه کوچیکی از قسمت 29 رو داخل این ویدیو میگیم برای اینکه مخاطب بفهمه و بعدش میریم مستقیم سراغ قسمت 30، چون اصل ویدیو در مورد قسمت 30 ولی چون حالا مخاطب ممکنه وقت نداشته باشه یا هر چیز که هم قسمت 29 ببینه هم قسمت 30، ما یه خلاصی از قسمت 29 هم میگیم. بهتره ببینین قسمت 29 رو ببینین تا ببینین چه بلایی سر نیسان توی قسمت 29 آمده بود. نیسان رو پیدا کردن توی همون اسکله قدیمی که اسلحه جابجا می‌کردن و حالا میخواین نیسان رو نجات بدن. گروه پیداش کرد، گروه یتیما نیسان رو پیدا کرد و الانه که اشرف داخل هتلی که پس گرفته یه نفس عمیق میکشه و یه لبخندی روی چهرش میاد که اینجا یه نشانه رضایت داخل سریال میبینیم که مخاطب رو امیدوار میکنه به سمت آینده‌ای که میتونه سریال پرتنش پیش بره، که قطعا سریال توی قسمت‌های بعد خیلی جذابتر شده ولی دسترسی به اینترنت نیست و نمیتونیم ببینیم چه اتفاقی افتاده و باید منتظر بس شدن اینترنت بین‌الملل باشیم تا من به صورت کامل فراگمان‌های جذاب سریال رو براتون بذارم تا ببینیم اونجا چه اتفاقی افتاده. اونجا آیا با چیزی که ما الان میگیم مطابقت داره؟ آیا میتونیم روی این داستان حساب باز کنیم یا نه؟ این در آینده مشخص میشه که امیدوارم تا آخر هفته اینترنت ها وصل بشه و ما هم بتونیم یه فراگمان دقیق‌تر و جذابتر براتون ارائه بدیم. اشرف سیگار رو پرت میکنه. حالا داخل سریال اشرف سیگار نمیکشه، منظورم همون خشمش رو پرت میکنه، ولی چون منطقی در نمیاد خشمش رو پرت میکنه یا باید مینویسیم خشمش رو کنترل میکنه یا یه واژه‌آرایی جدید داخل سریال میکردیم که ما اینو انتخاب کردیم و شما میتونید بر اساس همون کنترل خشم بهش نگاه کنید، هیچ مشکلی نداره. کاپیتان، اون سگ اختیار، همون اختیار پیرمرد داخل سریاله که در موردش به اشرف هشدار دادن و اشرف کاری نداشت حمله اصلی رو به رویای همون نیسان کرد تا ضربه سنگین‌تری به اشرف وارد کنه و اشرف اصلا فکر نمی‌کرد با نیسان یا رویا کاری داشته باشن، ولی دقیقاً ضربه اصلی رو به همون رویا زدن و حالا باید ببینیم در ادامه سریال آیا با نیسان کاری میشه یا نیسان آزاد میشه. تمام این داستان بر اساس کلافینگرهای اصلی داخل چنلمون آپلود شده. همین الان میتونین برین داخل کانال کیوتورک و قسمت 29 سریال اشرف رویا رو به صورت دقیق، واضح و کلافینگرهای اصلی مشاهده و تماشا کنید. فکر کردم با رو بودن نیسان منو میشکنن، نه این بار همشون رو دفع میکنم. نیسان رو نمیذارم حتی یک مو اثرش کم بشه. اینجا موسیقی متن ملایم اما تنش‌زا از اون ملودی های ویالون که در سریال های ترکی مثل سریال فصل گیلاس، حالا اگه دیده باشینش، سریال زیاد معروفی هم نیست ولی خب استفاده شده بود داخل اون سریال. داخل سریال چوکورم استفاده شده بود. شروع میشه و فلشبک طولانی حدود 8 دقیقه نشون داده میشه. فلشبک طولانی منظورم از فلشبک یعنی یه برگشت به قسمت‌های قبله. دقیقاً کاری که ما تو هر ویدیو میکنیم، برمیگردیم قسمت قبلی رو یه روایت میکنیم و بعدش میریم سراغ قسمت جدید. الان سریال هم همچین کاری کرده و قسمت قدیم رو داره ما نشون میده، یه صحنه از گذشته و یه فلشبک از قدیم که میخواد آینده رو به یه صورت گذشته ربط بده و الان داره اون صحنه رو به ما نشون میده که مخاطبش متوجه بشه. دقیقاً کاری که ما میکنیم که شما متوجه بشین اگه قسمت‌های قبل رو ندیدین و یه جوری این دوتا رو به هم ربط میدیم تا داستان کامل و منفعل متوجه بشیم.
کودکی اشرف یتیم شدنش، ورود به دنیای مافیایی با کمک پیرمرد که حالا دشمن شده، لحظه اولین دیدار با رویا نیسان کوچک، وقتی از دور عاشق شد و قول داد پیداش کنه. دقیقا داستان همینه. اشرف هنوز نمیدونه نیسان همون رویای واقعیشه، ولی به زودی به نظر من حتی اگه اینترنت رو بس شه ممکنه متوجه هم شده باشه. باید به محض بس شدن اینترنت این قسمت‌های گذشته رو نگاه کنیم، ولی اگه هم نگفته باشه به زودی توی قسمت‌های بعدی خواهد گفت. یعنی چیزیه که دیگه نمیتونن طولش بدن، باید گفته بشه. چون ما توی فراگمان اول سریالم که دیده باشین، اشرف زخمی پیدا میشه، ولی توی فصل 2 نشون میده زخمی شده اشرف و نیسان. یعنی اشرف زندانی شده، زخمی شده، زندانی شده و نیسان میره به دیدنش و میگه من رویام. ولی حالا با توجه به نامه و چیزهایی که دست پلیس هست، احتمال دستگیری اشرف خیلی بالا رفته و باید ببینیم آیا توی این قسمت ها دستگیر میشه و اون عکسی که نشون داده میشه مربوط به همین قسمت های یا مربوط به یه دستگیری دیگه و یه مشکل دیگه است که توی قسمت های بعد معلوم میشه و یا میتونیم بگیم به محض بس شدن به اینترنت معلوم میشه. این چیزیه که ما الان در حال حاضر نمیتونیم حدسش بزنیم یا براتون روایتش کنیم. یه چیزی خارج از دسترس ماه که ما هم بهش دسترسی نداریم متاسفانه. ما در همین حد از دستمون برمیاد که براتون انجام میدیم و اگه بیشتر هم بر بیاد براتون انجام خواهیم داد. صحنه‌های عاشقانه اخیر، رقص در هتل، بوسه زیر باران، لحظه‌ای که اشرف فهمید نیسان پلیس مخفی شاید بوده باشه اما واقعا عاشقش شده. یعنی توجه به فلش بک های قسمت قبلی که اون قسمت هم براتون روایت کاملش گذاشتیم، میگه اون فکر میکنه اگه واقعا نیسان اونجا جاسوس بود و لور میرفت میخواست چیکار کنه با توجه به عشقی که به نیسان داشت و داره به اون چیزا فکر میکنه. میگه اصلا چجور تونستم به نیسان همچین چیزی رو بگم و یه گردنبند با دوربین بهش هدیه بدم. ولی بعدا نیسان فهمید اون گردنبند دوربین داره، یعنی به کمک پلیسی که بهش خبر میداد فهمید و گردنبند رو به اشرف پس داد و گفت اگه هنوز به من اطمینان نداری بهتره با هم نباشیم. و اشرف هم تعجب کرد، گفت چجور داخل گردنبند همچین چیزی رو پیدا کرده و به خواهر فاروق هم گفت به نظر تو عجیب نیست؟ و میگه فعلا خجالت بکش، بالا از توی دلش در بیار و اینجور چیزا. اینجور دیالوگا هم تو قسمت قبلی بوده، قسمت 27 شاید بوده باشه که داخل چنل اون قسمت هم هست. میتونین همین الان که دوران قطعی اینترنت با این قسمت ها خودتون رو سرگرم کنین و یکم از بی‌حوصلگی و اینترنتی در بیان با این داستان‌های جذاب. ولی حالا بر اساس کلافینگرهای قسمت قبل بخوام بگم، قسمت 29 رو خیلی خوب تهیه و تنظیم کردن که امیدوارم همینجوری پیش بره. یعنی امیدوارم وقتی اینترنت فصل شد قسمت 30، قسمت 28 و قسمت 29 که من خودم ندیدم همینجوری بر اساس کلافینگرهای جذاب باشه. حتی فلش بک از زخمی شدن نیسان در قسمت 28 و قول اشرف در بیمارستان، یه کلمه ترکیه که من الان بگمم منظورش اینه، منظور فارسیشو بهتون میگم. میگه قول میدم تا ابد کنارت بمونم و داخل هر سریال ترکی عاشقانه مافیایی ما این کلمه رو شنیدیم. یه چیزیه که داخل سریال ترکی جا افتاده، مثل سریال های عاشقانه سال 2007 ترکیه که داخل آسانسور گیر کردن زوجا یه چیز عادی شده بود و باید هر زوجی داخل سریال اگه میخواست ادامه پیدا کنه سریالش باید یه قسمت داخل آسانسور گیر میکردن. قطعا اگه سریال های 2017 ترکیه رو دیده باشین همچین صحنه رو دیدین و قطعا براتون آشنا هست و هر چند وقتی باره یه همچین کلماتی، همچین صحنه‌هایی داخل ترکیه مد میشه و باید داخل سریال ازش استفاده بشه و حتی بعد از گذشت چندین سال ممکنه یه چیزایی داخل سریال باشه که هنوزم پابرجا باشه و عوض نشده باشه و این چیزیه که سریال ترکی رو تطبیق میده و باعث افزایش ویو و ریتینگ میشه. آیا باید ببینیم در قسمت های بعدی سریال اشرف رویا این کلمات باز هم استفاده میشه یا به دنبال کلمات جدید و مفهومی جدید میرن و به دنبال ادامه دادن اون کلیشه سریال های قبلی نیستن. این چیزیه که سریال رو جدا میکنه و یه سریال جدید میسازه.
اشرف در فلش بک با خودش زمزمه میکنه همه چیز تقصیر منه، اگه این زندگی رو ترک میکردم نیسان الان در خطر نبود. دوربین برمیگرده به حال اشرف، مشتش رو به دیوار و دستش زخمی میشه که تمام این داستان توی قسمت 26 براتون آپلود شده که همین الان میتونید از توی چنل قسمت 26 رو ببینید و روایت کامل قسمت 26 هم داشته باشید. یه روایت کامل بوده داخل قسمت 26 و میتونید از داخل چنل ببینیدش. پارت 2 رو همراه من باشین. پارت 2 قسمت 30 و قسمتیه که همتون منتظر بودین از اول. این پارت 29 بود. امیدوارم از پارت اول خوشتون اومده باشه. مجبوریم اینا رو بگیم، شاید شما ندونید و این چیزا باید گفته بشه. بریم برای پارت 2. پارت 2 که قسمت 30 رو قرار توصیف کنیم که قسمت جذاب دیدنی که قرار با هم بسازیمش. پس همراه من باشین. در ضمن قسمت پارت دوم 20 دقیقه. خوش اومدیم به پارت دوم سریال. 20 دقیقه دوم سریال، 20 دقیقه جامع در مورد قسمت 30 سریال اشرف رویا. پارت اولی که دیدین، یعنی امیدوارم دیده باشین و راضی بوده باشین. بر اساس قسمت 29 کلافنگرهای قسمت 29 و چیزهایی که داخل قسمت 29 ویدیو قبلی اتفاق افتاد ما براتون گفتیم و حالا نوبت قسمت 30 و اصل کاری ویدیو شده. ما تمام ادیت ها رو با توجه به قطعی اینترنت زدیم و نور فضای این محیط هم به زودی اوکی میشه، یعنی تازه وسایل خریدیم و نور هنوز یکم مشکل داره که در ویدیوی بعد نورم اوکی میشه با توجه به سایه‌های پشت گفتم که اینم بگم اینم به زودی حل میشه و یک کیفیت عالی رو بهتون ارائه خواهیم داد. با توجه به ویدیوهای قبل که سطح کیفیت ویدیو رو خیلی بردیم بالاتر و روز به روز در حال پیشرفت هستیم و جای نگرانی نیست و به زودی به بالاترین سطح ها با کمک شما میرسیم. قسمت 29 رو شروع خواهیم کرد. با توجه به چیزهایی که قسمت 29 رو گفتیم قرار قسمت 30 رو ادامه بدیم. قسمت 29 دیدین نیسان زندانی شد، حالا گفتن ممکنه داخل اون اسکله‌ای باشه که قدیم معامله کردیم، ممکنه هم نباشه، یعنی یه چیزیه که گروه یتیما پیدا کرده بودن، میگن امکان داره اونجا باشه ولی چیز قطعی نیست. همین که اشرف شنید خیلی خوشحال شد و خشمش کنترل کرد و به سمت اونجا رفت و رفتنش سوار فینچی که همون ماشین سبزش شد که اصلا یکی از تارگت های اصلی سریال روی همین فینچی که خیلی طرفدار این ماشین پیدا کرده و قیمت های نجومی مدل های این ماشین داخل ترکیه دارن و این چیزی که سریال میتونه به یه جامعه الهام کنه، یه ماشین رو بالا ببره، یه ماشین کهنه کلاسیک که اصلا شاید توی گذشته ارزشی نداشته ولی توی یه سریال یه ارزشی بهش میدن و این چیزیه که سریال ها رو جذاب کرده و به سریال ها معنی دوباره داده. این چیزیه که به نظر من یه سریال معنا بخش میکنه، کاری که دقیقاً سریال چکور با معنی خانواده کرد و معنی خانواده رو به ترکیه فهموند. الان دقیقاً توی همچون موضوع گیر کرده سریال اشرف رویا و میخواد دقیقاً همون کار سریال چکور رو دوباره انجام بده. خلاصه قسمت 30 رو بخونیم تا دیر نشده و یه متن‌بندی پایانی کنیم و ویدیو رو بعد از مدت ها کنار شما بودن لذت ببریم و تمامش کنیم. خیلی وقت بود کنار شما نبودیم و یه رفع دلتنگی شد. حالا اینترنت وصل مثل قدیم شنبه سریال شهر دور، دوشنبه سریال بی سرپرستا و چهارشنبه سریال اشرف رویا رو با شما خواهیم داشت. این مدت به خاطر قطعی اینترنت کنارتون نبودیم و دلمون خیلی براتون تنگ شده بود ولی دوباره برمیگردیم بعد چند روز بعد از وصل شدن اینترنت و کنار خواهم سریال های ترکی رو خلاصه بندی و راویگری خواهیم کرد. ما جایی نرفتیم، همینجا هستیم، فقط یه مدت فعالیت نداشتیم که امیدوارم بعد از این ویدیو اینترنت وصل بشه و بتونین قسمت کامل اشرف رویا رو از داخل کانال های تلگرامی و حتی کانال خودمون تماشا کنید و لذت ببرید.
بعد از روبوده شدن نیسان در قسمت قبل همون قسمت 29 که کامل براتون خوندم و یه پارت 20 دقیقه‌ای رو براتون آماده کردم ازش و الان داره به اون کلافنگر میزنه یا برمیگرده به اون قسمت، میگه اونجا نیسان دزدیده شد و حالا قراری کلافنگر داشته باشیم. قسمت 29 میگه میخوام ببینیم اونجا چه اتفاقی میفته، آیا برمیگرده، آیا نجات پیدا میکنه. این چیزیه که باید در ادامه ببینیم که آیا نویسنده قراره چی کار کنه. همونجوری که میگم قسمت 29 بر اساس داستانهای خود سریال نوشته شده و از قبل قطعی اینترنت نوشته شده، ولی قسمت 30 سریال اشرف رویا بر اساس حدسیات دوستان نویسنده سریال بوده و توسط افراد با تجربه و درس خونده نوشته شده و ممکنه اون چیزی که بر اساس فراگمان‌های خود سریال باشه خیلی دقیق‌تر، خیلی کاملتر و خیلی با متن و حاشیه‌ای جذاب‌تر بوده باشه، ولی به خاطر قطعی اینترنت مجبوریم و پوزش می‌طلبیم از شما، به خاطر اینکه مجبوریم اینجوری ادامه بدیم. اشرف غرق در خشم و ناامیدی بود. او تمام تلاشش رو کرد تا رد کاپیتان منظورش همون اختیار پیرمرد، همون دشمن قدیمیش که میخواد پیداش کنه. یه رئیس بالای اختیارم بود که اون دستور رو به همه میداد، یعنی در اصل اختیار رو یا همون پیرمرد رو هیچ کس سالا ندیده، ولی توسط آخرین چکایی که من کردم داخل ایکس یه رئیسی هست که باز اختیار از اون دستور میگیره و به قدیر و دینچر میگه. یعنی اصل اگه بخوام پیدا کنم باید رئیس اختیار رو پیدا کنن که کار سختی، اختیار هنوز خودش پیدا نشده، باید رئیسش رو پیدا کنن. اشرف هم در به در دنبال اختیاره، میخواد اون دستیارش رو پیدا کنه، چون گفتن دستیارش راه اصلی و رابط اصلی رسیدن به اختیاره. الان در به در دنبال دستیارشه. بعد با توجه به قسمت آخری که من کامل دیدم یه رد و نشونایی هم از دستیارش پیدا کرده بود و به نظرم در قسمت‌های آینده میتونیم ورود اختیار به سریال رو داشته باشیم. کشتن اختیار به همین راحتی نیست، چون یه دشمن بزرگ از گذشته برای یتیما بوده و قطعا اشرف نمیتونه به این راحتی از این مرحله بگذره و این مرحله رو رد بکنه و یه داستان جذاب جنایی قرار داشته باشیم داخل سریال و یه معنی جدیدی به سریال تبدیل میشه و ممکنه یه مدت طولانی صحنه‌های عاشقانه بین نیسان و اشرف بعد از قسمت 30 نداشته باشیم، چون بیشتر میره روی صحنه‌های جنایی، برادرها و پیدا کردن اختیار که به نظرم کافی بود. اون صحنه‌های عاشقانه‌ای که از قسمت 25 تا 30 توی سریال اشرف رویا دیدیم به نظرم اون حد عاشقانه رو رسون و برای سریال مافیایی همونقدر کافیه و الان باید دوباره برگرده رو حالت مافیاییش و داستان اصلیش رو پیش ببره. در همین حین نیسان در مکانی نامعلوم و تاریک زندانی بود. او با وجود ترس و اضطراب سعی میکرد آرامش خودش رو حفظ کنه و برای فرار نقشه میکشه. یعنی یه بار دیگه هم داخل سریال دیدیم که آدمای دینچر گرفتن نیسان ولی نیسان خودش داشت فرار میکرد که اشرف رسید. الان هم نیسان داره فکر میکنه که چجور میتونه فرار کنه، یه راه فراری برای خودش پیدا کنه و فرار کنه و حتی شاید میگم توی قسمت 30 یا 31 اشرف برای نجات نیسان نیاد، نیسان قبلش خودش فرار کرده باشه و از اونجا خودش رو نجات داده باشه. این به نویسنده فرق داره که بخواد از نیسان یه قهرمان بسازه یا بخواد از اشرف یه قهرمان بسازه، که به نظر من با توجه به اینکه اشرف جدیداً قهرمان زیاد شده به سمت نیسان میره و داستان قهرمانی رو روی دوش نیسان میندازه که بعد از قسمت 29 قطعا برای اینکه بخواد سریال ادامه بده یک کلافینگر جذاب میخواد و میتونه این داستان قهرمانی نیسان رو بهش تزریق کنه و به نیسان الهام بده. در این قسمت شاهد فلشبک هایی از گذشته اشرف هستیم که نشان دهنده چه اتفاقاتی است که او را به این نقطه رسانده، گذشته‌ای که پر از درد، خیانت و انتقام‌جویی بوده است. این فلشبک ها به مخاطب کمک میکنند تا انگیزه های عمیق‌تر اشرف را درک کنند. یعنی باز هم مثل قسمت فکر کنم 26 بود، فلشبک هایی به گذشته اشرف داشت، دوران بچگیش و اون دشمنی که میدونه الان از دوران بچگیشه و میخواد اون دشمن رو پیدا کنه.
و حالا دوباره یه فلش بک هایی به دوران گذشتهش داشته، رویا و حتی اون دشمن قدیمیش که یه مشکلی بین اون و رویا پیش آمد که من نمیتونم بگم اینجا، قطعا خودتون داستان دیدین و میدونین، چون اگه بگم ویدیو به مشکل میخوره و حتی میتونه پاک بشه. و اون یه مشکلی بین اون دشمن و پدر اون دشمن و رویا پیش آمده و اشرف برای همین اون میکشه، اون پدرش رو میکشه و حالا پسرش برای انتقام پدرش آمده که پسرش میشه دینچر که حالا اسم کاملش هم توی قسمت پس گرفتن هتل اشرف گفت، یعنی اسمشو میدونست، اسم فامیلی پدرش رو میدونست و میدونست پسر اونه که حالا برای انتقام آمده. و دینچر با یه اسم و استعاره جدید وارد شد و اطلاعاتش رو پاک کرد از روی سیستم ما و فقط یه دینچر باقی مونده و از اون اسم و نشان قدیمی هیچ خبری نیست. حالا باید ببینیم آیا میتونه ردی پیدا کنه اشرف از این دینچر جدید با فامیلی جدید با اسم جدید، یا اینکه دینچر موفق میشه. کادیر یا دینچر، قدیر یا دینچر که دوتاشون هم شریک بودن که از اتفاقات اخیر بهره برداری میکنن، سعی میکنن اشرف را بیشتر درگیر کنن و او را به دام خود بکشن. او بازی‌های روانی و تهدید اشرف را به سمت لبه پرتگاه میکشاند. یعنی دقیقاً چیزی که ما توی قسمت 29 یا 28 دیدیم. سعی کردن اشرف رو بکشن که تیرشون اشتباهی به نیسان خورد و یه ضربه بدتری به اشرف زدن که پیرمرد از این خوشحال شد و به قدیر گفت اگه به خودش شلیک میکردی کارش نمیشد، ولی حالا که به نیسان شلیک کردی یه درد عمیق‌تر میکشه که چرا نتونسته از عزیزانش دفاع کنه. سنگین ترین چیز برای اشرف اینه که نتونه برای عزیزانش دفاع کنه. اون ضرری که به ما زده، اختیار میگفت، اون ضرری که به ما زده فقط با مرگش حل نمیشه. بهتر اول انتقام رو ازش بگیریم و چیزهایی که ما از دست دادیم اونم از دست بده تا بی حساب بشیم و اون موقع نوبت مرگش بشه. یعنی منظورش اینه که ما کلی دارایی و ثروت و مواد مخدرمون رو به خاطر اشرف از دست دادیم و حالا وقتشه اشرف از دست بده. میخوان یه جوری انتقامی این داستان رو پیش ببرن بین اختیار و اشرف که به نظر من اختیار به زودی توسط دستیارش پیدا میشه و اشرف پیداش میکنه. یعنی اونجوری که ما سریالای ترکی رو توصیف کردیم همیشه همچین اتفاقی میفته، مگر اینکه نویسنده بخواد یه شوک جدید بده که به نظر من در این مورد نیازی نیست شوک جدیدی وارد سریال کنه و همون داستانهای قبلی رو پیش ببره کافیه و لازم نیست توی هر موضوعی سریالی دستاورد جدید، یه موضوع جدید یا یه بحث جدید داشته باشه. اون فقط متعلق به سریال شکور یا گودار بود که هر کار رو با بهترین نحو، بهترین احسنت، بهترین نوع خودش انجام میداد و هر سریالی شکور نیست و هر نویسنده هم نویسنده شکور نیست. اون دیگه سریال شاهکار توی ترکیه بود که دیگه مثلش نمیاد و نخواهد آمد. سریال های شاهکار فقط یک بار ساخته میشن، چه بیکی بلایندرز باشه، چه گیم آف ترونز باشه، چه ویچر باشه و چه هر سریال دیگه ای که باشه فقط یک بار ساخته میشن و ممکنه هم هر کشوری فقط یک سریال شاهکار داشته باشه. دقیقا مثل فیلم سینمایی که ایران ساخت، داداش برای خواهرش مسابقه میده که کفشو ببره ولی نفر اول میشه، که اون سریال هم داخل عراق، سوریه، پاکستان عجیب بازخورد داشت و خیلی خوششون اومده بود. حالا اسمشو یادم نیست، خیلی وقت پیش دیده بودمش. به زبان انگلیسی ترجمه شد، به زبان عربی ترجمه شد، به زبان فرانسوی حتی من دیدم ترجمه شد و قطعا ایران دیگه نمیتونه همچون سریالی رو بسازه، همجوری که ترکیه نمیتونه سریال دیگه مثل شکور بسازه. این یک داستانیه که توی هر کشوری، حالا به غیر از هالیوود یه بحث جداگونه‌ای داره، اونجا مجبورن سریال‌های شاهکار بسازن، به دست خودشون نیست و باید ساخته بشه چون تمام صنعت فیلمسازی روی هالیوود میچرخه، غیر از اینم نیست. ولی
ترکیه هالیوود نیست که بخواد هر بار یه سریال معنای جدید بده بهش. در یک صحنه حساس اختیار نیسان را به احتیار میرساند. احتیار با دیدن نیسان لبخند مرموز میزند و به کاپیتان یا همون دینچر دستور میدهد که نیسان را در سلولهای ویژه زندانی کند. یعنی دقیقاً سلولایی که مثل تشکیلات اگه دیده باشین یه سلولای ویژه‌ای بوده، دقیقاً مثل همچون سلولایی که راه فرار ندارن و شبیه انفرادی هن. دستور میده اونجا زندانیش کنن تا راه فراری نداشته باشه و اشرف هم گیر بیفته و این نقش بیشتر برای اشرفه که اشرف هم گیر بندازن و دوتاشون رو داشته باشن و قطعا اشرف نیسان رو پیدا میکنه. ولی حالا وقتی پیداش میکنه آیا گیر میفته در این زندانهای ویژه که توسط اختیار برنامه نویسی شده یا نه، یا اینکه زودتر دستیار اختیار رو پیدا میکنن و یه ردی از اختیار میزنن و اختیاره که گیر میفته. اگه اختیار قبل از این ماجرا گیر بندازن میتونن یه راهی برای فراری دادن نیسان، یه روشی برای فراری دادن نیسان از این زندان ها پیدا کنن، وگرنه که اشرف گیر میفته که باز باید یه راهکار چاره‌ای نویسنده داشته باشه برای نجات اشرف و نیسان از اون زندان ها. کار آسونی نیست. اگه سریال تشکیلات هم دیده باشین اونجا هم یه داستان قوی نوشته شد برای فرار از این جور زندان ها که به نظرم فصل 1 و 2 سریال تشکیلاتم واقعا ارزش دیدن داره. من خودم فصل 1 و 2 کامل دیدم ولی بقیه‌شو ندیدم، ولی فصل 1 و 2 واقعا زیبا بود و جذاب بود به نظر، مخصوصا فصل 1 که بر اساس یه داستان قوی پیش رفت و فصل 2 یکم افت کرد، فصل دیگه‌اش که ندیدم، ولی خب فصل 1 و 2 واقعا خوب بود. حالا فصل 3 و 4 اگه وقت کنم میبینم و توی ویدیوهای بعد نظرمو در موردش میگم. در پایان قسمت اشرف به یک سرنخ جدید دست پیدا میکنن. یعنی یه فرمول داره به ما میده، میگه قسمت 30 با یه چیز کلافنگر خوب و مطمئن و یه کلافنگر هیجانی تموم میشه. یه چیزی اشرف پیدا کرده، چی میتونه باشه؟ نیسان رو پیدا کرده، اختیار رو پیدا کرده، یا یه روش جدید برای پیدا کردن نیسان. اینجاست که سریال با یه سوال تعجبی تموم میشه. آیا در قسمت 31 ما یک کلافنگرهای قوی تری میتونیم ببینیم؟ آیا میتونیم ببینیم نیسان آزاد شده، یا مثلا میتونیم ببینیم اشرف زندانی شده، یا اختیار پیدا شده توسط اشرف، یا یک کلافنگر دیگه است که نویسنده میدونه؟ این چیزیه که به نویسنده بستگی داره و هیچکی نمیتونه حدسش بزنه، که ممکن است به او کمک کنه تا نیسان را پیدا کنه. اینجا یک کمک به ما میده، میگه چیزی که نیسان رو میتونه باش پیدا کنه که احتمال میدیم اختیار باشه یا دستیار اختیار که بتونن باش نیسان رو پیدا کنن، چون تنها راه دستیابی به نیسان اختیار یا دستیار اختیاره که دستیارش اشرف رو به اختیار میرسونه. و اینجا یه سوال فراگمانی پیش میاد که همین باعث بالا رفتن ریتینگ میشه و مخاطبو برای هفته‌های آینده منتظر میذاره که در آن اشرف مقابل یک دشمن ناشناخته قرار میگیرد. و این هم بازم یه نکته به ماه که یعنی احتمال پیدا شدن اختیار هست. وقتی میگه در مقابل یک دشمن ناشناخته، قطعا اختیار دیگه، دشمن ناشناخته دیگه ما داخل سریال نداشتیم و فقط میتونیم به اختیار پیش بریم و بگیم اختیار میتونه توی قسمت 30 پیدا بشه، یا قسمت 30 یا قسمت 31 قطعا اختیار ما داخل سریال داریم. حالا پیدا شدنش توسط اشرف بستگی به نویسنده و کارگردان سریال داره که کی سلا بدون اختیار توسط اشرف پیدا بشه، که به نظر من زیاد کش دادنش باعث کلیشه شدنش میشه. اینکه اختیاری فرار کنه اشرفی دنبالش بره یه چیز غیر معقوله، ولی خب اگه مثل سریال نفوذی پیش بره و مثل سریال نفوذی خودش مثلا به جای خیاطی جا بزنه و رئیس یا هر چیز دیگه، داستان جذاب پیش میره، داستان قشنگ پیش میره و میتونه اگه مثل سریال نفوذی پیش بره حتی کش دادنش هم باعث جذابیت میشه. سریال نفوذی که توی دوره خودش یکی از شاهکارترین سریال‌های ترکیه بود و خودم هم 2-3 بار دیدمش و اگه وقت کنم بازم میبینمش،
چون یک سریال مثل اون کم ساخته میشه، سریال مثل چکور کم ساخته میشه. چطور بود؟ آیا این خلاصاتی که دادیم و دوست داشتین؟ آیا قسمت 30 با این به نظرتون مطابقت دارد؟ دوست دارید تغییرات بیشتری در قسمت‌های آینده داده بشه و یه خلاصه کاملتر داخل سریالات داشته باشیم یا خیر؟ این هم بود از قسمت 30 سریال اشرف رویا. هم قسمت 29 رو براتون راهنمایی کردیم، هم قسمت 30 نقد، انتقاد و هر چیزی که دارید و داخل کامنت های آپارات میتونید برای ما بذارید. همش خونده میشه و در صورت توانستن برای انجام دادنش حتما انجام داده میشه. اگه ویدیو رو دوست داشتین و صلاح میدونین ویدیو رو لایک کنین، کانال رو دنبال کنین تا از ویدیوهای ترکی بعدی جا نمونین. این هم از کانال کیو ترک، یه کانال جذاب برای همه شما، کانالی که هر هفته با ویدیوهاش مهمون خونه‌های شما. شنبه سریال شهر دو، دوشنبه 20 سرپرستان و چهارشنبه سریال